شما را به روز دعوت شونده تبریک می‌نمایم. در شهر حصار به خاطر گسیل نوعسکران به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان چاره‌بینی تنتنوی تشکیل کرده شد. در این روز صحن کمیسریت حربی خیلی سر آدم بودند، همگی به خاطر احترام جوان شجاع وطن جمع آمده بودند. نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی، جماعت دهات دعوت شدگان را برای رسیدن به سن مردانگی و جسوری تهنیت گفته آنها را برای حمایت یکپارچگی مرز و بوم وطن راهنمایی کردند. ضمن سخنرانی کمیسر حربی شهر حصار ذکر شد که امروز از حدود جماعت‌های شهر 50 نفر برای ادای خدمت به طور اختیاری سفربر شدند. با انجام کارهای تبلیغاتی و فهماندهی این شماره را تا تاریخ 20 اکتبر وابسته به نقشه زیاد خواهیم کرد. قید می‌نماید کمیسر حربی شهر حصار. چالبینی فرنگی از جانب هنرمندان شهر حصار که از شعر و ترانه‌های رنگین و جذاب عبارت بود توانست خاطری اهل مجلس را شاد گرداند. در ناحیه شهری نیز بخشیده به آغاز دعوت نوعسکران چاره‌بینی برگزار گردید. نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی، جماعت و دهات، کمیسر حربی، اشتراکیان جنگ بزرگ وطنی و پدر و مادران دعوت شوندگان در همایش مذکور اشتراک و سخنرانی نمودند. از جمله قید کرده شد که خدمت جوانان به قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان آرامی و آسایشگی وطن را حفظ نمودن این قرض هر یک شخص به آر و ناموس میباشد. ارتش ملی تکیهگاه دولت و سپر ملت است. هر قدر دولت مقتدر و پایه‌های دولتداری آن مستحکم باشد، همان قدر حیات آسایشگی جامعه بیشتر تامین می‌گردد. طبق معلومات کمیسر حربی ناحیه شهری نو امروز شماره زیادی دعوت شوندگان خواهش اختیاراً ادا نمودن خدمت حربی را دارند. در آخر چاله‌بینی بهر بریدگی خاطر حاضرین از طرف کارمندان شعبه فرهنگ ناحیه شهر نو برنامه کنسرتی نمایش داده شد. گزارش خورشید حلیم بختیار قادرов از ناحیه شهر نو برای برنامه اطلاعاتی نوید.